کلمه جن در قرآن بیشتر یه حالته، یک وصفه یا یه صفته، مثل زشتی یا زیبایی. چیزی به نام زیبایی وجود نداره، مثل زشتی وجود نداره، مصادیقش وجود داره، مثل گل زیبا، منظره زیبا، خانه زیبا. ولی بیشتر مردم جن رو یه موجود غریبه‌ای میدونن که قدیم بیشتر میگفتن شبا تو زیر زمین خونه ها میاد، جاهای خلوت سر کلش پیدا میشه. جن در قرآن مصادیقش متنوع. مثلا میگه همتون قبلا تو شکم مادرتون جن بودید. جنین مگه غیر از اینه؟ از ریشه جن دیگه. کنتم اجنة فی بطون امهاتکم، قبلا همه تو شکم مادرتون اجنه بودید. اجنه جمع جنه. تمام چیزایی که بر ما پوشیده و پنهانه به نوعی مشتقات جن بهش اطلاق شده. حتی ژن که امروز میگن، یا جینوم، چون پوشیده و پنهان بوده نمیدونستن که چطور منتقل میشه، اسمشو گذاشتن ژن. فلما رآها کأنها جانون. مارم چون در سوراخ زمین این حشرات، مار و عقرب و اینا، اونا هم عربا اون موقع میگفتن جن بهشون. یا به باغ میگن جنت هم از همون ریشه جنه، چون این سبزی و درخت و اینا زمین رو میپوشونه، خاک رو میپوشونه، همه جا سبز و خورمه، بهش میگن جنت. یا با آدم دیوانه، مجنون، چون مثل این که عقلش پوشیده شده، عقلش دیگه کار نمیکنه، پوشیدگی در واقع هست، اونم میگن مجنون. در مورد حضرت سلیمان اومده که جنها براش کار میکردن، بنایی میکردن، قواسی میکردن. جن هم همون نسل‌های قبل از مغول و چنگیز و تاتار، اون آدمای وحشی اون روزگار، اینا رو در واقع کنترل کرده بوده، مهار کرده بوده. اینا رو هم تو قرآن جن گفته بهشون، انسان‌های در واقع وحشی متجاوز. حتی در قرآن بارها به انسان‌های غریبه یا ناشناخته برای اعراب معاصر نزول قرآن به اونا میگه جن. شما ایمان نمیارید، ولی یه عده‌ای از جن آمدن شنیدن، ایمان آوردن بهش، برگشتن به سوی قومشون، گفتن بعد از کتاب موسی این کتاب اومده. عربای 14 قرن پیش تو قبیله خودشون بودن، خبری از دنیا نداشتن، همه رو میگفتن جن. یا حتی مثلا همون سوره ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، در سینه های مردم این وسوسه میشه. حالا قدیم نمیدونستن، میگفتن این جن زده شده. حالا دیگه میگن که امثال این بیماری های روحی روانی، این همه دکتر روانشناس پیدا شده. یا انسان ها وسوسه میکنن، یا اون چیزی که تو ذهن آدم وسواس الخناس میره میاد، این حالت انگزایتی و اینا که خب وجود داره. حتی به سپر میگه جنه، چون انسانو پشت خودش پنهان میکنه دیگه. میگه قبل از این که جو زمین پدید بیاد، جنها نفوذ میکردن در زمین. بعد از این که این جو پدید آمد، دیگه مانع از ورود اونها شد، به خصوص اون طبقه مگنتوسفر که این اشعه های کیهانی رو، این پروتون های سنگین، همه اینا رو پس میزنه. فقط یه طیف بسیار بسیار محدودی از اون نور خورشید که میاد، اشعه های کیهانی یا خورشیدی وارد زمین میشه، بقیه همش فیلتر میشه، همش برگردونده میشه. اینا هم در قرآن به عنوان جن مطرح کرده. مسلما اگر موجودات دیگه هم باشن تو کرات دیگه، خب اینا هم برای ما جن محسوب میشن، چون نمیشناسیم. به زبان 14 قرن پیش عرض کردم همه اون چیزایی که پوشیده و پنهان بوده، اینا رو میگفتن جن، کما اینکه ما هم برای اونا جن محسوب میشیم، چون اونا هم نمیشناسن، شناختی از این موجود خاکی کره زمین ندارن. به طور خلاصه تقسیم بندی ها تو قرآن یا به صورت غیب و شهادت. غیب یعنی همه اون چیزایی که بر ما غایبه، از چشم ظاهریمون غایبه یا از علممون غایبه. شهادت یعنی اون چیزی که مشهود ماست، مشاهده میکنیم. یا جن و انس، انسانها، یا انسان یعنی معنوسن، آشنان، زبان هم دیگه رو میدونن، اطلاع دارن از هم دیگه. یا جنن، برای هم پوشیدن. حالا خلاصه میکنم، جن در قرآن مصادیق مختلفی داره. معنای اصلیش یک نوع پوشیدگی، پنهان بودن و غریبه بودن با ماست.